توهین و شعارهای هنجار شکنانه علیه کردها به عنوان اصیلترین نژاد آریایی. یک جوری میگه نژاد آریایی یه بخش مهم از دوران در نژاد آریایی بت پرست بودن، یه مدتی گاو پرست بودن. نژاد آریایی میدونین جزو آییناش مثل هندوها ریشه‌هاش یکیه، هندو آریایی. اینا ادرار گاو رو به عنوان یک نوشابه مقدس میخوردن آریایی‌ها. حالا اگه دوست داری برو آریایی باش. اصلا آریایی بودن نمیدونم نژاد آریایی نه. قبر باکری رو گفتم دوست من. خب بی تربیت نیستم، ما 180 نفر تو لایون من ریدم تو جمجمه باکری. Yaptık şu ölü çıktı. Dünya bizden sonra.